بسم الله الرحمن الرحیم. یک روزی رسول الله صلی الله علیه و سلم بنابر داستانی که ابو درداء برای ما تعریف می کند، یکی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، ابو درداء می گوید که یک روزی من در محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم نشسته بودم که دیدم یک باره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ازار خودشون رو بالا گرفتند، لباس خودشون رو بالا گرفتند و شتابان پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم سراسیمه و شتابان اومدن در محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم. همین که رسول الله صلی الله علیه و سلم از دور دیدند که ابوبکر هست، پریشان و سراسیمه هست، لباسش رو جمع کرده، دست خودش گرفته که با سرعت بیشتری بیاد پیش من، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اما صاحبکم فقط غامر. یک اتفاقی برای ابوبکر افتاده. یا برخی از محدثین این جمله را این گونه توضیح دادند که یعنی ابوبکر شتابان به کار خیر اومد، سبقت گرفت به کار خیر. فرمودند که حتما اتفاقی برای ابوبکر افتاده که این گونه شتابان و سراسیمه پیش من می آید. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه اومد نشست پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و گفت که یا رسول الله انه کان بینی و بین ابن الخطاب شیء. در میان من و عمر ابن خطاب یک اتفاقی افتاد، حرفمون شد، با هم دیگر از هم دیگر ناراحت شدیم. فاسرعت الیه ثم ندمت. و من تند رفتم با عمر ابن خطاب، بعدش پشیمان شدم. من رفتم پیش عمر، از اون عذر خواستم، عذر من رو قبول نکرد. نقطه رو ببینید، میگه من رفتم پیش عمر، از او عذر خواستم، اما عمر عذر من رو قبول نکرد. بعد همین شد که من اینجوری شتابان و سراسیمه اومدم پیش شما. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند یغفر الله لك یا ابا بکر، یغفر الله لك یا ابا بکر، یغفر الله لك یا ابا بکر. ابو بکر عزیزم، یار غارم، الله تو رو ببخشه. عمر نبخشیده تو را، عمر عذرت رو قبول نکرده، الله عذرت رو قبول بکنه، الله تو را ببخشه. بیاد نشسته بودیم که از اون طرف دیگر حضرت عمر هم رضی الله تعالی عنه پشیمان شده بود. عجب کاری من کردم. ابوبکر ناراحت شد، از من عذر خواست، من عذرش رو قبول نکردم، ردش کردم. فوری بلند شد رفت پیش منزل حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. گفت که اثم ابوبکر، ابوبکر اینجا هست؟ خونه هست؟ گفتن نه نیومده خونه. فهمید که خونه نباشه حتما پیش پیامبر هست. بعد از آن شتابان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اومد پیش در محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم و وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم عمر را دید چهرهشون دگرگون شد، ناراحت شدند. آثار ناراحتی و عصبانیت بر چهره رسول الله صلی الله علیه و سلم نمایان شد. عمر هم میدانست که رسول الله صلی الله علیه و سلم چرا از من ناراحت است. فدایت بشم یا رسول الله. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه رو ببینیم که حتی برای یک لحظه هم تحمل نداشتند که چهره رسول الله صلی الله علیه و سلم رو خشمگین ببینند، ناراحت ببینند. فوری زانو زدند در محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمودند که یا رسول الله والله انی کنت اظلم. یا رسول الله به خدا قسم اشتباه از من بود، سبب من بودم، من اشتباه کرده بودم، تقصیر من بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که ای مردم بعثنی الله الیکم، الله متعال مرا برای شما فرستاد به عنوان پیامبر، نبی. من پیش شما اومدم، همه تون به من گفتید که تو دروغگو هستی،
ایمان نیاوردید، اما ابوبکر ایمان آورد در همون اولین لحظه. و واسانی به نفسه و ماله، و در حمایت من از جان و مال خودش مایه گذاشت، از همه چیزش گذشت. فهل انتم تارکو لی صاحبی، فهل انتم تارکو لی صاحبی، یار غارم را برایم میگذارید؟ کاری به یار غارم نداشته باشید، کاری به یار غارم نداشته باشید. فدایت بشم یا رسول الله. و سلام بر تو ای پیامبر رحمت و مودت، و سلام بر ابوبکر و عمر و تمام اصحاب بزرگوار رسول الله صلی الله علیه و سلم. خوشا به ابوبکر که یار غار رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند کاری به یار غار من نداشته باشید. راوی میگوید ابو دردا که فما اوذی بعده، کسی بعد از اون روز جرأت نکرد که به تعبیر عامیانه به ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چپ نگاه بکند. اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم در برخورد با ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم را هرگز فراموش نکردند.